خور جان دیگه آلیت گریان نکو او خور سعی که چند دفعه آمدم خور جان مادرم به وزارت روان کردم خیره که خورده غریب بود او خور گب دختر که خوب نگاه میکردم چرا تو دختر دادی برزم خالو بیایه بره دیگه نمیشه کدام کشت خون ایجاد نکنه خب از خاطر این گپای فردین میگی گپای گپا خزاده نه یک رقم تو گپ میزنه بخی آدم میترسه در میگه پایشان به خدای نه بخی عادت کرده به خدا اگه من هر دقیقه سون من سعی میکنم میگه این رقم شد ولی اگه من طرف از همو ببینم اون چیز که من طرف از ببینم مشکل ببرم ببینم که چی گپ پس من بر قصه میکنم آلده شیرین دادیم نمیشه که پس شیرین بگیریم حالا سلما کاش که میچ از خودگی نمیگرفته بخی یک بیگانه رو میگرفتم که نه خالیم خفه میشد نه بچه کاکایم خفه میشد نه زن کاکای من پیسه میدم یک گلاف انرژی میگرفتم کوکه هیچ چیز نیست نکنی نه پیرانچی ایلا که خیلی چیز ایلا شد چی مان انرژی رو من برد میارم تو گوشت تو برای میاری پیسه گوشت کجا کنم چی گفت چی فت داره خیرت باشه چرا خورجم چرا سلام علیکم سلام علیکم خوب هستی جان کجا شکر تو خوب هستی چرا خیرت باشه چرا گریان میکنی اینا دختران داده بره نواسه وره خود من خوارش چند دفعه آمدم مادرم روان کردم مادرم هم پشتیبانی مرا نکرده گفته بته برم بچه نواسه ورد مادرت چی میکنی خود دروغ میگه این فقط روی پیسر میره روی پیسر گرنگ است سکای من خاطر تو در دیوار سفید شد روی پیسر ده روی پیسر گرنگ است در قصه چیزی نیست او بچه را دیدم هن یک قد بلند مرد از مای وار دراز هر پای داره این قبرش کنه هر دستا داره این چپلاق چی واره شتر واره برو پشت گب نگه قربان سرچه من ایفا بچه تو نه الان مخ بچه که تو رو هم دیدیم با تو خوارش هستی چه شدی هوا؟ دخترا آرزو؟ سلما چه شدی؟ کجا رفتن؟ چرا مادر؟ خالد کجاست؟ حتما تشناب رفته دیگه چرا؟ تشناب رفتن؟ کجا جایی رفت؟ از خودش نیست خاله میگی؟ همیشه خواب پیش داره رفته دستشوی رفته شد خب دختر میدونم خدا بده خونم میگه بوده قار کرد نرفته باشه چرا این مادر رفته باشه روی او طرف شاید شوی رفته باشه خواستگاری پشت از زی آمده به ماشپزخانه گفتی خواستگاری پشت از زی آمده بود بچه یک گریان انداخته یک روز بعد انداخته که تو من گفتم دو ساعت پیش تو گفتم بیاجی هم از شیرنی را گرفت برد حالا من داماد از خانه هستم نیستم چرا نیستی؟ حالا اینجا رفتیم سلما آمده اینجا تاکشن درشن که آسمان
ما رفتیم پیش از این فهمیدی که بهم سلام علیکم خوب هستی بخیر هستی الان که مشوره کرد ما کردیم نکردیم من داماد از خانه هستم خبر میکردی مادر من خبر میکردی تو اکتات نازک داماد چی کاره حالا من داماد از خانه هستم نیستم بعد کلی بگو کتبی گپت ای من چی کاره هستم دارم خانه تو من داماد خودش اندریست از خاطر کارو میگم حالا تو داستان ها یک رقم ایت تحویل نمیگیره تو حساب ما خراب کرده بود که یاره ایوازه که من اینجا حق از ما است که تو باید مرا خبر نکردی که من سر تو اکت ناز کنم او سر ما اکت ناز کرده میره خوشی جان خدا خیرت بده کار خوب خیر کردی دیگه گفتم بچه را که از او شاندی نشاندی که دختر که باز قضیه او دفعه نشه بازی میترسم نه چی میگی دیگه کور یک دفعه سایخه گم میکنه بار گم نمیکنه نه امی که رفتم که امی نواسه ما دید بچه امی نواسه ما که دید دیگه اتیور زنم خوش که در دامنا نام خدا شکر در نواسگه کرد اقا شکرانگی کشید که ایران بانی دیگه باز دخترم در خانه بود آمد ما که در آمدیم آمد کلشان جور سالی کرد دیگه که تا انسانیت کردن باز خیسن بر آمدن بریم چای بانیم بازم واسیم ایورزن من گفتم خوارک او دفعه سرنواسیم کبر کردین گفتم چی کم بوتی دارمی خدا خیر بودید همه گفتم دبسته قوم گفتم جوری نواسیم نیسته پیدا کردن نمیتونی خدا خیر بده تو خوش جان من گفتم که خوارم یاد کردم گفتم خوشویم خودش که رفته بخیر سر کرده آخرش هم انشالله میکنه مگم رو دیگه کایم چکید بچه زیاد زحمت کشیدی میفهم خب سرنواسته سر اولاد گمی نداره بچه اولادم هستین داماتم در جمع اولاد هستم خودتم اولادم هستی نواسیم خب بیازو نواسیم از خودم هستک برو شکر کمی پای تام جمع شد پای ازی بچه هم جمع شد تام نامزاد شدی یام نامزاد شد اینا یک کار کو که بخیر پلان آرسی تانه چطور میکنی؟ بخیر غمش میخورم هیچ چیز نیست مادر یه خبر ما بود چیز نشده مادر خب بعضی وقت آدم همون تو دلش میگن جگرخون میشن مادر جان خانه است دیگه جگرخون نشون بچه من نظر چقدر خوشای ما شما بیادر زودگه که منو بخواهی دیگه شیدیشه میگیریم کالا برات میخرم بخواهی نیست مادر خب کل چیز باید نیست کل چیز کالا نیست که تو به ما کالا میگیری خیلی دیگر تا چرا خون میگیری چرا چیز از هزار بیگانه که خوار مادر برادم پیش است چرا بر بچه تو دختر خدا نداد خیره که غریب هستی غریب گفتی اگه تا ایمان نداره غریب بی پیسه میمونه غریب سالای سال که بی پیسه نمیمونه حتما خداوند از خاک میکشیش یک کار بار پیدا میکنه کار میکنه چی کرد دختر داد منه براتون و او خوننی از خوب بچه خو مرده غریب امروز برای بیشتر تشتش کالای مردانه و پتوی مردانه و پلون کوبای دبل مردانه رخ بشینه و بشویه و لغت کنه و آوار کنه دیگه کار نداره این تشویش نکه گمش که کال اینجا مرا نبینه من بسیار زن میترسم به خوار تا مگس خفه نشی قربان شوم روی پیسه گرنگ است از خاطر پیسه اون تو کارا میکنه میفهمم ای خدا ای پیسه چیه چرک دنیا چرک دست است اما چی که دختره که گرست سرک تندور لش که دختر دیمو بند تندور انداخت اونجا کلش مردای کتا سبای گپ سرش یک کار سرش دیگه خوش دختر دادی خارجی گفته خارجی ته نه با یک آدم دروازه بلند دادی و چی کار میایه چرا به تو نداد چرا به بچه تو نداد وی صفات بچه شکرم از نواسه شد نواسی از خوب جوانی داره خوب مقبولی داره بچه من نداره از برای خود بچه توم جوانی و مقبولی داره اما چی کنم که بیکار است بیکار است امی غریب است دور نرو نزدیک بیا یعنی یکی را دارم یکی را که گرم غریب یعنی دنان صبح چاشت خود ایران مونده بیا یا پیسه را دوزی کنم یا درختا بپالم کشتی کشال گوشت را دوزی کنم
چی به درد میخوره تو زندگی؟ دل ما بچه یا بیاین ما شما رو تانا بتن. مادر کاش که از غریبیش یاد نمیکردی در دلش کدام. من نگفتیم بر خود از غریبی را. هیچ یاد نکردیم بچه. خودم دلش نه یاد نکردم غریبی را دخترم. دیدی مادر. عالمی فردین به نظرتون نمیتونه بره کار کنه، میتونه ولی بی غیرت ورده خانه‌اش اشته. چی کنو غریبی رو کراچی کش کنن؟ از طرف خود یک کارو کو خداوند بگه که برو. آلو بچه مامی کراچی چی پیداگری داره؟ نداره بیاد تا یک دکان کلان نباشه، تا یک کراچی نمیخره بازاری نباشه، تو غریبی میشه، موتر نباشه، دیگه نباشه. در کراچی در میوه فروشی یا غریبی میشه. بازم بچه خانم صحیح تحصیل کردن نیست، مادر نه پنتونه خلاص کرده. نه کدام رشته داره مثلا برای یک دکتری کنه، یک انجینیری کنه، چی کراچی بود؟ فکر کو آل سایز وقت دارسیش نیست، ولی یک چند وقت بود دختر کم نیست. خانم دیگه چه بالا؟ خب من گفتم جوری بچه تا مار نخورده، او خورجان گریان نکو. گفتم هر جا که قسمتش خدا قلم زن که قلمش زده باشه اونجا قسمتش هم هست. من به همون خبرش گفتم که تو بیادر نداری، پدر نداری، من حال فعلا من هستم داماد خانیتم. من این مثالات من دارم کنم، بچه را من چک کنم ببینم دارم ندارم که همون اینمی کارا رو بکنم. اینمی کار از پیشش خواسته میت اکناز جنگ داور انداخته که یا خدا من چی خورده ای دختر بلند در پس از بابا کتمی کار کنجا. تو چی گوشایی گرفته بودی؟ چی؟ گپای تو رو گوش بگیرم گپای ناقه جنگه. کجا از گپ ناقه سود بیادر تا تاویل نمیگیره. اینوی گپ هر روز است بخی. خب من همون قبلش گفتم مادر ما رو پیچه سفید ما رو چرا خبر نکردم این لفظ گیری و گپای تا. حال چی کار داره دلشون خبر کرد یا نکرد؟ باید بلای ما در پسش کش خبر نکنه. میشه او دخترا یه بار دیگه گپ میشنیم بخی که خونه خدا میشه مایده میشه اگر ما رو باز میکشونه نمی خوشویی مینمی سلما کی میکشه از کجا میکشه؟ کدام گپ اگه در بین از ما شو اینم میگن میام ملامت است خلاص خسته در پای ما میشنن. من میمانم کی کارو بکنه سلما؟ خب دیگه من گفتم که مقصد او دختر تو هم بیشتیشانو نکن. خمشه میخوری بیاد خب مجبور هستی که خمشه بخوری. مجبور هستی که خمشه بخوری که تو خمشه نخوری. من خمشه خورده نمیکنم. خیر معامله میگیریم انشالله که همه تو آبرومندانه دیگه بخیر. بخیر کدی خیر. دیگه باز چیزو بیجان برآمد که میرم یک دفعه بد رفت. باز برآمد دختر افتایی او برش تیار کرد او افتواره پر کرد دم زیر درختا یک نگاه سایل کردم که تو دیشان لیلی و مجنون قصه دارن که تو خوب شد که ما نه با خدا از فقط خود چسبید که خدا به چسبانه الگه پذی بزن که عرسی را چطور میکنی؟ اول عرسی خدا میکنی از بچه را؟ من نظر تو چی هست؟ من میگم از خودت باشه یا نه؟ نه تو خواستم دیدی ارمانم دیدی همه چی دیدی اول عرسی نواسه مکن مادر چی غم مانده میده چی غم مانده یاد بگه تو رخوام فهمیدی بچه اول عرسی نواسه مکن بعد از او باز عرسی خدا کن چرا که بچه از شوق داره عوض داره ارمان داره باز اگر دارسی تو اگر مانده و ظلم شد دخترها دیگه باز پروا نداره اگر این بچه کل سرحال باشه از تکله باشه و که کار که صحیح کده بتانن عزت میمان کده بتانن من از خاطر میم که میگه که باشه که باز بخیر آرزو بچه رو بریم نه از خاطر من گفتم یا نه حال شکر خوارت است خوارزاده است مستم ای داماد جان میگه تو بشوران لبته که من بفهمم گپته میشه دیگه مادر خود بازی وقت برو نفس مادر خود جان مادر خود بر من بزود بگو اما تو دلم تنگ شده بود باز دلت تنگ نکن بچه انا که تو دل تنگی کنی هم سعی کنم از رو ببینی چقدر گپ دلشون میه هیچ پیش دیگه پا سخنو نگه چی تو دلت تنگ دیگه دلش که آمد دیگه ما چی کنیم دل دلت تنگ بگیری خود دل من میاد دل ما درد نمیکنه چرا درد خود دل دارم بر ما بگو چرا برات کالا نگرفتین نه خب گپ کالا نیست که گپ کالا باشه که تو بری برای من کالا بگیری خیلی دیگه چی خود اما تو دلم دیگه شده دیگه ما در کار نگیم بخاطر دیگه جام کنم میای را کالا کی میای ببینم خانه کالا کی چیزی بس جان مادر خود بانه که بیای مادر گفتم گپ تنها مشکل از اون ندارست که تنها مشکل از اون باشه با مشکل دارم
حال مشکل تا بگو بچه مشکل تا بر ما بگو چی مشکل داری؟ نمیگو حال براتون بگم نقطه خود میشه. چی میشه؟ خودتم جگر خود میشه چی بگویم دیگه. نگیست دیگه مشکلات خود دارم مادر خیره. وقت اینجا رو جمع که بچه وقت کس پیدا نشه نبیه نال من شیرین رو آورده کلا خبر میشه میه ببینه که کل جای تیت پرک چی نمیگه چی بچه می ماما چی شد؟ ما برو بکرد پیش ماما برو مادر جان من خودم جمع میکنم دیگه کل جای. بخو ما جمع کنم؟ نه من خودم میکنم شما برین. جان مادر خود ایش بگم که بیاد کار خدا کنیم که نال کلا پیدا میشه میره خبر بچه بیاد خوب است برو من جمع میکنم. بیاد؟ خیرت تو غریب بودی پیسه نداشتی پس پدر پیسه نداشت پیسه چی هست؟ خوار جان حال کل روی پیسه رو میبینه غریبی یک آدم نمیبینه به کسی یک آدم نمیبینه نمیگه که خوارم است نمیگه بیادرم است دلش که دمو هر کسی که پیسه داشت دارمون میته راست میگی اما ترس یه ورزن چیز زن بیادرم است حال کم یه ورزنم خدا نکنه که یه ورزنم شود یه ورزنم خوب زن است که تو زن بیادرم است میفهمم دندان گاو گوسالی خود آدم میفهمه جایی که این پیسه باشه جایی که خوردن باشه نمی باشه که دخترای خود من خوب صحیح میفهم نام خارجی بود که نمان که یک دفعه دو دفعه شو البته گرفت شیر دادش خوشحالی کرده که باش کنی خارجی از خارج آمده بچه یک تو در خارج از خارج نامده که بعد تو میداد تو غریب بودی که بعد تو نداد زیاد دلم برات سوخت زیاد دلم مگم برات میسوزه خب بیا برو خانه ما گلس چایم بخور نانم بخور باز برو زنده باشی زنده و سلامت با خدا راست میگم خوار از اونی خوار مستی خیر ببینی میرم دیگه خانه که بچه منتظر است در خانه خودمو چیال روز خود کرد برو پناهگاهت به خدا برو پناهید به خدا برو پناهید به خدا نیستی چی گفت از چی سر صدا و مقال دارین الا مادرت گریانای خالگه که کم بخت تکشیده الا تو بچه رقم مادر داری تو بیچاره یک گریان میکرد که من خیر غریب هستم که من پیسه ندارم که بچه خارجی است که از خارج آمده گرفتن روزور بر بچه دادن تو گریان میکرد که می اشکاوی که تو باران وارد پایان میشه قدلم بر سوخ که دیگه تو برش کم بخته که این از کجا میاد که اینجا رخواستگاری آخرم مادر ظالم تو روی پیسه گرنگ دیگه طرف پیسه لول خود خالی غریب در نظرش نامد کجا از خوبش هست تو به خدایا در کجا از بچه بازی خوردن مچون در کجا نمیفهمم به خدا وگرنه بچه خوب مقبولت خوبیش داره میخوالید اما من نمیفهم که نمیه تو چی بلانه نداری به خدا نمیفهم آره مادر وقت در خوار خود رحم نکنند دخصی ما هست نه بابا ما خالد اما تو گریان که دیگه بخیرم نگفته خدافزی هم نکنم تو اشکاش ریخته برام مطلب زیاد جیگرم خون شد برش زیاد جیگرم کلان خفگی دایی باین خسته گفتم سر زنده باشه کلا فریمان دختر بر زیاد بر بچه پیدا میشه قسمت شد آرزوی بود قسمت شد آرزوی شد دخترم چطور که از غریبیش یادآوری کنم حالا غریبی سر کلا که دیر میشه در غریبی ننگار نیست مادر ما کجا پیسه دارستیم یا زوالا ما قسم پیسه دار بودیم نه بچه ممی تاده و انسان که در غریبی مانده شد جان مادر اونمو تا که بموری اونمو غریبی پشتش میگیره هیچ غریبه ندیدیم که باعث شده باشه خالم خفه نشده باشه بیچاره چی آره خود چی کنم خیلی زندگی تو تبا میکرد میشد که من تو رو برانم مادر کاشتم و بچه کاکای مم نمیگرفتم چرا بچه؟ نه نمیگرفتم نوره میگرفتم نگه نزن بسم الله بابا سعی کارزو میگه هزار بار یادی نمیکنه حتما به بچه دیگه شواری دبای نرفت آمد کدی ما نکنه اون رفت آمد که دلش نکرد دلش ما کدش تو یک شو حق دارید نمیشه کلا بگیریم اجمالا و تو بگیریم چیره گفتیم کلش هم میگیرم عدد میست از خود گیر نمیگرفت خب خیر قسمت چرا بچه کاکای بیچاره چی شده نواسه کاکای بهترین بچه است خاله و خیر حالا خسته درست باید دیگه میگم نه خاله ما کار کمش کمال درست بود یادش میره کار زور نیست بچه خاله ما میفهمه چطور شقه زیدی است کجا قضیت یادش میره خوره نه از یادش میره درست بود دقیقش هستی ندیدی چطور تلفنای ما رو جواب نمیداد بیبی ما قید کرده بود نمیموند خانه ما خواهی قید کرده بود چند وقت بود پس آمد اینا رو چند وقت بود داشتی میخوری دارستید شاید بیایی دیگه تو رفت چی چیزایی ماندی بیا چی کنم نه کار تشویشه و غما با ما تو یالتم نگه پیش 5 پیش صاحب 5 زنده باشی نه باید تو از خوشی جان من گفتم که من به خاطر از این گفتم من نظر تو هرچی که باشه نه بخیر من میگم که اول بچه را آرستی که بخیر بعد از او بازار
آرسی خدا کو آره خود تو اول سرمان تدید شکر صاحب این امروز سبا دیگه این اگه دخترها زنده می بود حال صاحب داماد می بودی صاحب نواسه می بودی خدا بخششان خانه تو خدا بخششان دیگه که گاز و زغال بخار گاز در کجا بود که قمختار گرفته بازم در حال شکر میکنیم سر این بچه هم شکر میکنیم از حال باز شکر میکنیم کمی خواست همین شکر که هست که بخیر پس هم یک امید بخیر دی خانه پیدا شد بخیر و بخوبی توکل به خدا دیگه شکر که همون بودی شکر که بخیر دیگه مرا بسیار خوش ساختی و به جان دیگه خود چقدر خوش است و خب چقدر میگفتی نه مرا میگه بیبی میگه بیبی میگه اما تو بود که تو یک بغل در خانهشان خود انداختی تا کشمی نگرفتی نماندی زیاد تعریف کرد که یه ورزن چقدر خوب زن است دخترایش کلش اولیشان کلشان کلگیشان که خوب زنده ما برم یک دفعه بچیم ببینم که چی کردن چی ماندن ای خدا برو شکر که چای داغ دندان درد و مستم که همی هر شپک میکنم دندانای منم تسیخ میزنم خدا نکنم برو بخیر برو حالا تو به خدا تو بکنیم چون تو میکنم مادر بسیار نگه مادر خوی خراب داره چی بچه گرن؟ نه بچه این بخاطر که بچه از خارج آمده لوت آورده از اون خاطر گرد بطه اگر دختر برزی داد نه چه قسمت دامو چی میکنه تو خورد خفه میسازی از خاطر یک داماد خارجی گپایی میزنی تو آدم نباید خوار خدا روی خوار خدا ببینه روی خوار داده خیلی قسمت از یوم باید یا خبر باشه یا من خبر باشه یا در قسمت گپ است که مادر کلومتر است سن پیسه لول خورده پیسه که داشت گسترش رفته حالا اگر که تمام خجیگر هم خون شد تو دیگه تو برشدون بیا چای رو گفت نه دیگه تو میل مشکاش ریختره گناه داشت بیچاره نه نان خورد نه یک گلاس چای خود چیز نخورد آدم باید هیچ کس نامید نکنه از خانه خدا که گناه داره که تو بیازو یک آب بکشه بخدا در سلما دیگه پشت پیسه رو محکم گرفتن اگه نمی صلاحیت نمی سلماگر که دیگه بر من میداد عالمت بر یک فیصله هم تو خوبش کرده بودم قانونی هم تو منظم خدا هم که کی از کجا پیدا شد کی را گرفت هیچ معلوم نیست اون کار سرتیل خدا کرده خلاص او دخترا سلما چی شده نو دخترا چی شد اون رفتم بیخی زلو مانده شم دلم یکی تکان کرد چی شد رفتم اون جر سعی کردم دستشوی سعی کردم دیگه دستشوی سعی کردم خانه مریمشان رفتم صدا کردم صدایشان آمد که جناب کال کشید رفت نه کار کرد رفته ببین که تازه نه خسته رفته کار کرده حالا چی دیگه حالا گفتی نیستک سلما نقص حالا کار زور خونه حالا من یک آرزو رو 2 تقسیم کنم مادر بدون تا عجب زنی بیا مادر بشین نفس ببین خیلی یا جندیستن چیستن بخی حیران بندم رفتم کلای جای پلدم نیافتمش نه داود دستشوی بود نه داود دستشوی دیگه بود نه خانه مریمشان بود هیچ جای نبود 4 بغل اولیرم پلدم نیافتم مانده شدم گفتم کار کرده خداحافظی کرد یا نکرد پروایش ندارم القدانم خوش شد که از خیش قوم ما سوختم در گرفتم نه خور در خوارگری میمانه نه ما قوم در قوم داری میمانه حالا چی کنیم مال کار زور خونه است حالا قسمت دختر بود دمی نواسه بیبیاجی دادم حالا دیگه بر تو دیگه چی بتم یه دیگه ناز و نوزش چی دیگه چی مانا داره خیر مادر جون یکم نفس عمیق بگیر کار خودت مریض است گمش که بابا کچان به خدا در جنجال بانی او گفته رفتم بیخی مانده و زلشم گم که بیخی دیگه در انسانیت نمیفهمن یعنی مادر و دختر جوابی مینویسن ما از این گوش یک جرگه مشوره 4 نفر میشینه یک مطلب از میگه تندورک خودسازی خود قصد خود بازی خودش خود سر میکنه خودش آخر میده قصه هیچ کس هم نیست عاقبت آرزوم بخیر خدا خیرش پیش بیاره دو خانم کلش مرداست که امروز پتی بشوی لنگی بشوی چی بشوی از دیگه بدون بشوی از چی بکنه این زنان نیست و خونانی از مردنه مورد هیچ کس نمونده هرچی که قسمت نصیبش بود الان تو خراب نزن کمش کن من چون مادر من در اون فامیل چی دیده که غیر دیگه پیش میکنه من چون بر خدا نمیفهمم کدام روز میگذم سر کلول بالا تا پایان همه تو را میشه والله نمی قمارا ما درد داده نمی قدر چیز کرد ما رو قدر نداد عزت نداد نمی خدا جلوش میده میشه راست میگی راست میگی به خود قدر میدن از میدرمان باش که هیچ که دست پای شکستگی آرزو داره که بگه والا سر کوم لول خوردیم
از سر کلول نمیخوره خدا میدن از سر کلولش میتن باشه نیست باشه اونم که خوبش میکنه برو با از اون زن کاکا و بخی میتن خوبش میکنه سختی های دل من سرشان میکنه خوبش میکنه گمش که بچه میخوای ما خود نمیتونیم که دختر درست بکنیم یک شب شما بودیم نصف شب یک است خوشیمیشه دادیم ما در زن کاکایم گپ زدیم اینا بخی بد بود این کار اگر میکردیم گمش که باز کاش که بچه تو یک آدم صحیح باشه خودت از غریبی بگو از گشنگی بیچارگی چاشت میخیزی از خواب تو با دختر دیگه خوارتان با میگیری که بچه تو در بگیره بسوزه اما آدم خب پای خود برابر گلم خود دراز میکنه نمیکنه اما تو یک کاره باز خوبه برد گفتم به خنده گفتم به وزر زاری برد گفتم با توی قدر خوار تو نه انسانی میکنی خیسی رفتی باز یک خداحافظی یک چیزی نکرد کیانیم از شما خفه شدم دیقار هستم جگر تخون نکن مادر حوصله مرا گره بخیر کار کس شده اگه خفا میشه خفا شده آره که مادرشون گمش میشه دیگه از خود کم تشویش داریم باش که یک پلاو برد بیارم نه تو بچه ما نبید خیرم تو مانده شم تو چند دقیقه خودم اینجا میگیرم میشینم خلاص مادر جون دقیقش نباش برو خیر دیگه رفت خلاص شد خوب است مونه فامید که شونی شد داده مگه نمیپایید باز میامد آوی دیگه خوب است شونی نواسه بیاجی خود جوانی هم داره مقبولی هم داره سرام داره صورت هم داره قدم داره قوارم داره خیر بینی دختر خوب شدی مادر؟ بچه بیخی نفسم سوخه که ما آرزورم پیشتر گفتم می که یک دفعه شیرینی خوری و یا شب بس خالیم باز خوب میشه دیگه میفهمه که دیگه نشد خیلی تو کنه دیگه حالا قسمت خور قسمت خودم میخوره مثلا گوشت ما را از درخت دوزی کت خوردن قسمت ما نبود از بود کدام با مطمئن خانی ما نندازه چی؟ همه منو بازگوری کده بود خبر شد چی ما؟ فردین آمده برای ویروس ماده فردین یک گپای مرا زد چی گفت؟ ما داماد کلان انت استاد پیش اودا نو میگفتم ما داماد از کلان از خانه است از ما چرا پرسان نکردی اینا ما تاک برو بگو که بکن که شمال بیا بگو میگه مرزو خود داماد بازورکایی آرزو به من مربوط میشه چی؟ میگه به من مربوط میشه یک گپای زد میگه بابا تو دیوانه شدی چی میگی تو چیزی که میگم شو خودش مشنید نمیشنید برو بگو مادر من زنده است بابا گرفتی دیگه خورش جیز نبردی که تو میشه ما داماد کلان از خانه هستم دیگه این بچه رو نفیدیم که پای دستش باش میده میکنم بگو داماد بازورکایی رو هیچ وقت که داماد نمیگه برو بگو گفتم ما تو نه داماد قبول داریم نه خدا خوبش کردی قبولم که نداشته باشیم ما هستم برو بگو خوار سکی مارم نبود بگو برو تو چندان چیزی نیستی این داستان خانه ما هیچ خلاصی نداره مادر تو سعی کن نفرای بیرونی اما کمی کنی که هم سرم سبک میکنی خلاص مادر من کج غلط نگرفتم من فکر کنم این دیوانه شده که این فردین دیوانه شده تکلیف روانی دارن کلشان دیوانه فامیلی دیوانه هستن باید تلیابات بستر کلشان از یک سر از همه شما مرا صدا میکردینی که من به جانش میرفتم حقش برش میدادم او یک گپای میزد که فقط بگم یالا مرا میگفتی که مرا صدا میکردی که چبلک میگفت دمی دانش میزد تو چی کار هستی؟ میگه چی صلاحیت آرزو رو ما داشتم ما هم صلاحیت دختر ما داشتم دختر ما گرفتی گم را کدی گوری خواندی سایکو باز دیگه آرزو رو بگو این بچه رو زیرکای درخت نبینم این بچه کان است بگو داماتی خانه است بگو دقیق و قوار است که بلند است برو بام قصه خدا کنه برو بگو انت خوش میشم که دیگه تو بسر شد بنام که از یک کلان مشوره که نمیگیرن این عاقبت همین رقم است آخ که اونم روز که آرزو اومده و در جان ما که از گلوم گرفته در دقیقه دعا میکنم از یک بلندی بفته این حال خود اونکو گرفتار شده از اونکو اگه فلول بخوره باز میفهمه که یک نان چند فتی است راست میگی حالا خیال از زبان چرب و نرم از ما گپ خورده بازی خورده این وظیفه مرداست که برای بچه را چک کنه بچه را ببینن نه خانه و جایش و دب زدنش و دیگه شه این دو تا سیاست چی را میفهمن هیچ چیز خدا امری پسر دیگه خلاص نمیشه در نظر نگیره اصلا نیست نمی خارجی است خلاص خارجی است عاقبتشون بخیر خواه بگم بیگانه بیگانه چی نیست؟ کی میگه دودان سیاست از خود بیگانه خو نیست تو مرا دیوونه کدی که دیوونه شوی دیگه برو مریم جان قومای گوسفنداز دیگه کس نیست قومای گوسفندان کسی کوی دورا میگن صحیح دیگه یا نواسه کاکا نمیشه سایز دیگه خیکی باشه مادر چوز دیگه مادر چوز دیگه
کارایی کنه که موش در کدام نکنه. بمش کن. برو دیوانه کردین بیخیش. برو. کلگی رفت دیگه ای خدا. چی میکنی بچه؟ چی میکنی؟ چیز نکردی مادر. من پسره. من کجا؟ خود سر من پسره. من پسره. برو خب بلا در پسش خوب شد رفت که چند آرام باشن. خب یه خونه میایم خوب برای میشه خونه رفته. تو حداقل یک روز نیم روز خودم آرام میباشه. یک ساعت دو ساعت آرام میباشه هیچ هم سرصدا نیست. خوارج دیدن نیست. خب وظیفه هم میدادی. اگه نگفتم با قرآن کلگی دانه. من پسره. من پسره. نه بچه. بسم الله خیر. در موتر که سلما رو شوند سلما مت سعی میکرد چمکای شاپر شدتون چرا بچیم گفتم برو بخیر بری بچیم